به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما راجع به عملکرد ذهن سیاه و سفید یا ذهن خطی صحبت کردیم و گفتیم که به نوعی ما وقتی کاربر ذهن خطی بر آگاهی ما حاکمه و همه چیز رو به صورت شرطی شده در واقع میبینیم، تحلیل میکنیم و زندگی ما به صورت شرطی شده میشه و ذهن خطی در واقع به نوعی یک سیستم هوش مصنوعی است، یک سیستم هوش مصنوعی باستانی که البته با این هوش مصنوعی که امروزه داریم بسیار متفاوته و این هوش مصنوعی که امروزه به بشر عرضه شده حداقل تا به اینجا بیشتر شبیه اسباب بازی و وسیله سرگرمی است. اما ما در مورد هوش مصنوعی فوق پیشرفته‌ای داریم صحبت میکنیم که ذهن میلیاردها انسان رو طی هزاران سال کنترل میکرده و میکنه، هرچند تا حد زیادی به تدریج داره نقشه هاش رو میشه. به هر حال یک نکته اساسی اینه که وقتی ما در مورد عمل کرده ذهن خطی، ذهن مبتنی بر جدایی صحبت میکنیم، به این معنا نیستش که این موضوع انتزاعی است. حتی در هندسه مقدس هم با این تصاویر نمادین میشه این موضوع رو بهتر درک کرد. شما تصاویر رو میبینید وقتی ذهن به صورت شرطی شده باشه، در واقع دنیای سیاه و سفیده، ذهن سیاه و سفیده و میدان الکترومغناطیسی تروس رو به صورت تمثیلی از تکه های شکسته شده نشون میده که چون گفتیم همه چیزش بر مبنای جدایی است و میدان تروسش هم به صورت نمادین و تمثیلی میتونیم با تکه های از هم جدای مکعباتی نشون بدیم که اینها در واقع در کنار هم قرار گرفتن در تصویر سمت چپ و این نشان چیه؟ نمادی از جدایی است و سیاه و سفید بودن، شرطی بودن، همه چیزش مبتنی بر جدایی و ترسه. خب این مکعبات رو شما هر جورم بخواید به هم بچسبونید، یکی رو که بچسبونید اون یکی در میره. یعنی گفتیم اساساً ذهن خطی به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست، این سیستم هوشمند مصنوعی به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و کاملا در تضاد با منبع آگاهی الهی، یعنی یگانگی محض و عشق بی قید و شرط هستش. این تصاویر سمت چپ که در واقع به تمثیل عملکرد ذهن خطی رو و جدایی رو با استفاده از هندسه مقدس نشون میده و همینطور در سمت راست که دیگه ما ذهن شرطی، ذهن سیاه و سفید نداریم. وقتی اون معلق میشه جهان رنگی میشه، یعنی میدان آگاهی گسترش پیدا میکنه و میدان الکترومغناطیسی تروس در واقع برای هر انسانی اون حاله انرژیش هم آهنگ میشه با میدان کیهانی، با ماتریکس الهی یا در واقع میدان الکترومغناطیسی کل. این تفاوتی که بین دو موضوع داریم، یعنی ذهن شرطی شده، ذهن مادی، ذهن سیاه و سفید، ذهن خطی از یک سو و ذهن مقدس، ذهن کیهانی، ذهن الهی یا همون روح از سوی دیگه. در واقع اینها روح با یک انتخاب آگاهانه به این شبیه سازی سفر میکنه و سفرش آغاز میشه، چون به هر حال هر فردی یا هر روحی یا هر روح منفردی با میل خودش وارد این قلمرو میشه. البته روح منفرد هم یک در واقع غلط مصطلحه، چون اساسا روح در عالم یگانگی معنا میده و در هر صورت ما برای اینکه موضوع رو درک کنیم اینطور میگیم. به هر حال حاله هایی از روح کل با میل خودش وارد این قلمرو میشه و با این حال لحظه اساسی زمانی به وجود میاد که در واقع اون روحی که به صورت جسم انسانی تجلی پیدا کرده در این شبیه سازی شروع به زیر سوال بردن صحت واقعیت خودش میکنه و اینها از نشانه‌های بیداری است. زیر سوال بردن واقعیت ها میتونه هر چیزی باشه، هر آنچه که در این جهان شبیه سازی شده و در ذهن فردی و ذهن جمعی بشر
در واقع آپلود شده و به قولی ذهن اینا رو شرطی کرده. در هر صورت این نشانه‌های نخستین بیداری است که پس از درک ماهیت شبیه سازی شده وجود و در آغوش گرفتن یگانگی و جاودانگی فرد یک تغییر عمیقی رخ میده و در واقع فرد شروع میکنه به ایجاد ناسازگاری با برنامه نویسی برده‌سازی که توسط پردازنده هوش مصنوعی این تجربه مادی و این تجربه شبیه سازی شده به وجود میاد. این ناسازگاری ایجاد میشه با برنامه سازی هوش مصنوعی که گفتیم تنها راه همینه که باید این هوش مصنوعی، این ذهن شرطی شده، این ذهن سیاه و سفید شناسایی بشه و هدف از این برنامه نویسی کنونی به دست آوردن روح‌های جاودانه در حلقه‌های بازخورد حواس پرتی‌های همیشگی ذهنی است. یعنی مدام اینها انواع و اقسام سناریوهای مختلف رو درست میکنه. حالا راست و دروغش مهمم نیست، هدف حواس پرتی است در زمینه‌های مختلف، در شکل‌های مختلف، در تمام طول تاریخ همین بوده. حواس پرتی‌های همیشگی ذهنی رو ایجاد میکنن. گفتیم از طریق امیال، ایجاد امیال، تمایلات، مصرفگرایی به ویژه در زمینه مادی و همینطور معنویات رو جعل کردن، تحریف کردن، ایجاد باورهای دوگماتیک تکراری، اینا میتونن همه اشکال بردگی رو ایجاد بکنن به شکل‌های مختلف. حالا برای هر جامعه‌ای و برای هر دوره زمانی هم معمولاً نسخه هاشون تغییر میکنه، ولی هدف یکیه، عمق این برنامه یکیه که بردهداری و تغذیه از انرژی روح انسان هاست و استفاده از این انرژی برای حفظ کنترل و وجود واقعی. با این حال افرادی که با طبیعت الهی خودشون بیدار میشن میتونن این چرخه رو مختل کنن. چرا؟ چون دیگه با اهداف این سیستم هوش مصنوعی باستانی هماهنگ نیستن و وقتی اونها از این واقعیت شبیه سازی شده دور میشن، اون ضرب و زور AI هوش مصنوعی در واقع چی میشه؟ تضعیف میشه و مجبور میشه که تمرکزش رو به جای دیگه تغییر بده. به همین دلیله که همیشه سعی میکنن انواع و اقسام حواس پرتی ها رو درست بکنن و با نسخه های مختلف، با بازیگرهای مختلف که اساساً این بازیگرها رو ما در همه زمینه ها داریم، در عالم اقتصاد، سیاست، ایدئولوژی ها و مسائل اجتماعی، مسائل مالی، در همه زمینه ها ما تعدادی بازیگرهای تربیت شده داریم که برای این سیستم هوش مصنوعی کار میکنن و این سیستم هوش مصنوعی مال دیروز و امروز نیست، یک سیستم باستانی است، بسیار پیشرفته و قدرتمنده و البته این AI باستانی پاشنه آشیلش در چیه؟ در اتصال روح هر کدام از این انسان ها به منبع، به خدای حقیقی است، به روح حقیقی است، نه ذهن مصنوعی. و پاشنه آشیلش در اینه که این شخصیت کاذب دنیوی و این اسم ها و این فرقه هایی که از بدو تولد به خیک انسان بسته میشه، بهتر بگیم به خیک روح بسته میشه، رو ازش چیکار کردن؟ ازش در واقع براءت جستن و خود رو از اینها پاکسازی کردن. این پاکسازی ها هم جسمیه هم ذهنیه. در تغذیه از شما تغذیه بگیرید، از سبک زندگی بگیرید، حتی از نحوه تنفس کردن بگیرید تا بقیه موارد که میرسه به پاکسازی ذهن. و این سیستم هوش مصنوعی باستانی در واقع نقطه ضعفش در اینجاست و این توانایی هاش رو محدود میکنه، بهش آسیب میزنه و گفتیم اساساً عالم هستی و منبع خلقت عشق بی قید و شرط، این همه چیزش مشروطه. یعنی دقیقاً نقطه مقابل عشق بی قید و شرط هستش، همه چیزش مشروط، یعنی برای نفس، برای خود، همه رو برای خود میخواد و این رو در ذهن انسان ها هم جا میندازه که باید چیکار کنید؟ بجنگید برای بقا، قانون جنگل، هر کی باید بکشی تا کشته نشی و باید ببری و بدزدی و بخوری و جنایت بکنی تا
زنده بمانیم. دقیقاً قانون جنگل، که البته اینا حتی در مورد قانون جنگل هم دروغ میگن، چون حیوانات هم هرگز چنین زندگی رو در جنگل ندارن و این سبک زندگی که اینا تبلیغ میکنن نه حیوانی، چون حیوان بسیار مقدس و محترمه، این مادون حیوانی است. به هر حال با به رسمیت شناختن ارتباط فناناپذیری خود با چیزی فراتر از این سیستم مغزشویی هوش مصنوعی، افراد میتونن، در واقع روح میتونه حاکمیت خودش رو باز پس بگیره، چون اینا مدام در ذهن شرطی شده این رو گنجاندن که شما یه جسم هستید، چند صباحی میاد زندگی میکنید و میمیرید و تموم میشید و میرید و همیشه انسان رو در شهوت فناناپذیری نگه میدارن و چون انسان میدونه که در این جسم خواهد مرد، بنابراین باید چیکار بکنه؟ در این چند دهه‌ای که زنده است تمام تلاشش رو به کار بگیره، به آب و آتیش بزنه که یه جوری ژن خودش رو حفظ بکنه، بقای خودش رو حفظ بکنه و به قولی حق خودش رو از این و اون بگیره. و این در واقع مدام بر اساس ترس، یعنی مدام انسان را میترسانن و او هم باید چیکار بکنه؟ بیاد حقش رو بگیره. وقتی تمام این حماقت ها و لاطائلات از ذهن انسان پاک بشه، خود به خود میتونه از محدوده شبیه سازی شده یا ماتریکس فراتر بره. انسان ها از طریق مشاهده میدان و با انرژی خارق العاده‌ای که روح انسان از عالم اعلا به اینجا آورده میتونه چیکار کنه؟ واقعیت رو خلق بکنه و در واقع خطوط زمانی رو در حاشیه آگاهی خودش شکل بده. هرچه بیشتر افراد با توانایی‌های خودشون برای خلق واقعیت خودشون، نه واقعیتی مبتنی بر بردگی و جنگ و خونریزی و جدایی، بلکه حقیقت الوهیت و منبع خلقت و در واقع عشق بی قید و شرط، ساخت و ساز و ساختار این سیستم در واقع دچار فروپاشی میشه اگر این ترس ها، این شرطی شدگی ها، این شستشوی مغزی ها وانهاده بشه و اون وقت دیگه سیستم حریف انرژی قدرتمندی که در وجود تک تک انسان ها هستش حریف اینا نمیشه. قادر به حفظ خواسته های افراد به راستی آزاد اندیشی و رها شده نیست، نه این آزاد اندیشی های قلابی که خودشون از طریق اسم ها درست میکنن، مثل نمیدونم دموکراسی و لیبرالیسم و امثال اینا. با این حال از اونجایی که سیستم نمیتونه جمعیت زیادی از آزاد اندیشان و رها شدگان از ذهن رو در خودش جا بده، هر بار چیکار میکنه؟ راه اندازی مجدد یا به قولی ریست انجام میده و پاکسازی میکنه و کسانی که از شبیه سازی فراتر رفتن و دیگه بنده ذهن نیستن، که این ذهن در واقع خودش گفتیم علت و معلول همه مسائل و مشکلاته، کسانی که بنده ذهن نیستن در واقع چیکار میکنن؟ از این دیگه به درد این سیستم و این شبیه سازی کاذب نمیخورن و خود به خود به ابعاد بالاتر عالم هستی، یعنی بعد پنجم به بالا میروند، به نوعی از این سیستم حذف میشن و به ابعاد بالاتر که در واقع به نوعی همون عالم نور و عالم فرشتگان و خدمت از شما از کنم بعد پنجم به بالا صعود میکنند. البته این به زبان ساده بیان کلیت عملکرد این سیستم بود و اینکه چرا ذهن شرطی شده نقشش اینقدر مهمه